داخل موبایل فروشی های شخصی دبی، یعنی من موبایل فروش شخص، میرید اونجا این آیفون رو میخرید چقدر؟ 4600 درهم، یعنی 450 درهم ارزونتر. چیزی که الان مشخص هستش تصاویر اومده بیرون که شما اموال رو جمع کردید فرار کردید. این داستان این اموال چه جالب، من تو توضیحاتم من از شما هم شنیده بودم، به نقل از شما هم گفتم که گویا خود مردم در اونجا رو شکوندن و اموال بردن. مردم شکوندن یا خودتون اموال بار زدید بردید؟ البته چیزی هم که مشخص هستش چیزی اون تو نبوده، یعنی انگار قبل شما خودتون بار زدید بردید. یخچال ساید بای ساید دفتر شخصی بنده رو با جاش جلوی چش مأمور بردن. من خودم به شخصه با رئیس کلانتری 133 شهر زیبا تماس گرفتم، گفتم آقا مردم دیستن دارن مال ما رو میبرن. خب مأمور دارم اونجا که الان چک میکنم تو دوباره به زنگ میزنم، الان میفرستم برن اونجا. این صحبتی که شده، تمام اموالی که ما اونجا داشتیم رو خود مردم بردن. ما یک خودکار از اونجا بیرون نیاوردیم. چرا دارم این حرفو میزنم؟ چون کارمندامون تا همون روز سر کار بودن. خود کلانتری به ما اعلام کرد، گفت روزهایی که گوشی دیگه نمیخواید تحویل بدید کارمنداتون سر کار نیان. چرا؟ نیان به خاطر اینکه مردم می اومدن تجمع میکردن، کارمنده خانوم ما رو تهدید میکردن، تو کوچه دنبالشون میکردن. تمام این اتفاقات افتاده. مرحله اول خود مردم مستثنای این قضیه نیستن که شرایطو به هم ریختن. یعنی من میدونم عصبانیان، میخوان منو جر بدن، منو پاره کنن، ولی در مرحله اول خودشون مستثنا نیستن. با شلوغیایی که ایجاد کردن باعث شدن که همه روی ما زوم بشن و ایجاد ترس بکنن بین بقیه افراد و همین شد دردسر، هم برای خودشون هم برای ما. من روزی 20 میلیون تومان پول میدادم که 4 نفر بابت برقرار کردن نظم اونجا باشن، یعنی کسی رو نزنه، کسی در و دیوار رو خراب نکنه، کسی فلان نکنه. حساب من رو مسدود کردن. چقدر پول تو حسابتون بوده؟ بزنم دیگه. ببین یه حساب سایت داشتیم، یعنی سایتمون میرفت روی به اصطلاح کیف پولش روی سایت زرین پال بود. اوکی، یه کیف پول زرین پالی داشتیم که نزدیک 15 میلیارد اون تو بود و نزدیک فکر میکنم 3 میلیارد هم داخل حسابمون بود، یعنی نزدیک 18 میلیارد تومان پول تو حساب ما مسدوده. بعد حالا اینا میگن نه چیزی تو حسابشون نبوده. شما سندی دارید که اثبات بکنید که این همه پول تو حسابتون بوده؟ آقا کاری نداره، من نامه اینو دارم که به زرین پال زدن گفتن حسابشون رو مسدود بکنید. خب مسدود بکنید، نه مسدود بکنید با اینکه چقدر پول توشه فرق میکنه. من حرف دارم میزنم، میگم آقا همین پلیس امنیت اقتصادی قبل اینکه ورود به کار بکنه 1 ماه قبلش آگاهی تهران ورود به کار کرده بود و همه چی رو مورد بررسی قرار داده بود. چی شد یه دفعه یه ارگان دیگه اومد پرونده رو گرفت؟ هنوز الان پدرتون بازداشته؟ چون تو خبرها اومده بود که پدرتون همکار شما بوده، دستیار شما بوده. همکار چی بوده؟ درسته. از داخل خونه بردنش. ملکم رو توقیف کردن، ماشین هامو توقیف کردن، 7 ماشین از اون توقیف کردن. مجموعاً چقدر بوده؟ 0 کیلومتر بوده. مجموعاً 85 میلیون. بعد یه سوال دیگه که الان من از شما دارم اینه که گفتید 2 بار پلم شده، 1-2 بار فکر کنم مغازتون پلم شده تا جایی که من خبر دارم و اینا. چجور رفع پلم می‌کردی؟ ببینید تمام این دوستان عزیزمون که حالا الان سرشون کردن داخل بر، تک تکشون از ما بالاخره یه گوشی، نمیدونم یه ایپاد، یه فلان، به همشون رسیده. من الان یعنی اون کسایی مأمور بودن اومدن اونجا یه حق دستی گرفتن، درسته؟ من ببینید من اصلا نمیخوام اسم ببرم، خیلی هاشون بودن که دمشون گرم با لوتیگری با مشتیگری پشت ما رو گرفتن و هوای ما رو داشتن. خیلی هاشون هم بودن که بله از این فرصت سوء استفاده کردن و ما هم چون مجبور بودیم این کارو کردیم. مأموران و کسانی که تو مملکت جایگاهی دارن که اصطلاحاً میتونن از این جایگاهشون سوء استفاده بکنن. وقتی که بسته رو فراهم میکنن برای اینکه رشوه بگیرن، برای اینکه بخوان این فساد سیستماتیک رو انجام بدن، طبیعتاً این اجازه رو به مالکان میدن که به خودشون اجازه بدن
هر کاری که دلشون میخواد، کلاهبرداری، هر کاری که دلشون میخواد بکنن. اصلا چرا شمایی که مأموری، چرا شمایی که در لباس قانونی میری رشوه میگیری، میری نمیدونم گوشی میگیری، آیپد میگیری، سکه میگیری؟ الان همه انگشتشون به سمت بازیگرا و تبلیغچی‌ها بلند شده. الان من یه سوال دارم، تماس گرفتن باهاشون، دولت تماس گرفته که باید تشریف بیارید پولا رو به اینا برگردونید، پولایی که اینا گرفتید. بعد یه سوال دارم، پدیده شاندیز که این همه صدا و سیما تبلیغاتشو کرد، زنگ زدن به صدا و سیما بگن بیا پول مردم پس بده؟ آقای فردین، ما در مقابل امثال مدیر عامل چای دک انگوش کوچیکی چه عرض کنم، سر سوزنی هم ازشون نیست. چند تا سلبریتی براتون تبلیغ کردن در مجموع؟ من در مجموع بودم، تعدادشون خیلی بوده. اصلا رقماشون از چقدر بوده؟ 400 نفر 500 نفر بودیم. ما از 1 تومن داشتیم تا 15 تومن 20 تومن از نهایتش. 1 میلیارد تا 15 میلیارد؟ نه 1 میلیون تومن تا 15-20 میلیون تومن. یعنی بازیکن تیم ملی اومده 20 میلیون گرفته تبلیغ کرده؟ بله. من به اجازه بده باور نکنم. چون دوستی داشتیم این وسط. من قیمت‌های مثلا 200 میلیون 300 میلیون شنیدم. نه ما تا حالا به هیچ حدوناتی 200-300 میلیون پول ندادیم. گوشی بهشون دادید؟ خیلی راحت الان دارن کنترل میکنن دیگه. دارن کنترل میکنن. نه منظورم اینه خب دیگه یه گوشی مثلا 70 میلیونی دادی، یه 30 میلیون هم پول دادی، شده 100 میلیون. کل ورودی ما از برج 4 تا به فلان مثلا 500 میلیون بوده. میگن 500 میلیون. الان مردم چیکار بکنن؟ الان شما به عنوان، ببین من یه سوال دارم آیه شریفیان، مردم از شما یه سوال دارن. شما به عنوان مالک کوروش کمپانی، البته خودت میگی مدیر عامل نیستم مالکم، مدیر عامل یکی دیگه است، حالا من نمیدونم مدیر عامل کیه. به عنوان مالک کوروش کمپانی چه راه حلی میخوای بذاری جای پای مردم؟ مردم چجوری به پولشون برسن؟ الان مردم چیکار بکنن؟ اینو به ما شفاف کن. مشکلی بود آقا، بیان این مال رو یا خودشون بفروشن یا بیان به ما بگن، ما بگیم ببرن به کی بفروشن که مردم پولشون رو بگیرن. مال ما رو مگه توقیف نکردن؟ من حسابام مسدود بود. از کی مسدود بود؟ اموالم توقیف بود. تقریبا 1 ماه و نیم پیش. چطوری تو این 1 ماه و نیم اینا میگفتن آخه بی دلیل که اصلا تو ایران، خب من یه سوال دارم، یعنی همینجوری تو ایران رد میشن یهو حسابی که مسدود میکنن؟ آقا کردن دیگه. ما 1 دونه والله مشتری شاکی خصوصی نداشتیم. شما استعلام بگیر. خب بابا برای من شکایتاتون رو فرستادن و نامه امن بدن، من با پای خودم پا میشم میرم ایران جواب مردم میدم، ولی به شرط اینکه نگیرن منو بکنن اون تو، بعد بگن آقا بیا رسیدگی کنین بهت و تابع قوانین جمهوری اسلامی. والا تابع فیلمایی که ازت اومده بیرون یکم تابع نیستی ها. مای تابعی لب ساحل و اینا، این ورا یاخت و یه دونه دختر کنار تو اینا، به هر حال اون بیشتر شبیه مای تابع است تا تابع. والا اون که اولا که عرض کنم خدمتشون میگم این ویدیو این فتوشاپ بوده، قدیمه، برای 1 سال و خورده پیش بوده. نه من انکار نمیکنم چیزی رو، ولی حالا در خدمتتونم.